به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. کتاب پاسخ به تاریخ، نویسنده محمد رضا شاه پهلوی هستش که خاطرات شاه اسبق ایران در تبعید پس از انقلاب اسلامی ایران هست. این کتاب در سال 1979 توسط انتشارات آستین در فرانسه چاپ شده. این کتاب به زبان فرانسوی هستش و بعد از انقلاب 57 به انگلیسی و فارسی هم ترجمه شده. انتشارش به انگلیسی در سال 1980 بوده و توسط انتشارات دی به زبان فارسی ترجمه شده. البته مترجم زبان فارسیش مشخص نیست. کتاب پاسخ به تاریخ، به فرانسوی ریپونس د ستوری، به انگلیسی در ترجمه چاپ لندنش د شاز استوری و در ترجمه چاپ نیویورکش انسر تو هیستوری هستش که نام کتاب خاطرات محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران است که در اصل زبان فرانسوی و پس از وقوع انقلاب 57 در مراکش نگاشته شده است. این کتاب بعدها به زبان انگلیسی و زبان فارسی برگردانده شد. محمد رضا شاه در پیشگفتار درباره کتاب میگوید: در این کتاب قصد دارم نشان بدهم که چرا در راه رسیدن به اهدافم پافشاری می‌کردم و چرا می‌خواستم جامعه‌ای بر اساس عدالت اجتماعی و نه مبارزه طبقاتی بنا کنم. جامعه‌ای که همه در آن یکپارچه و وابسته به یکدیگر باشند و گفتنی است چون با همه کشورهای جهان، چه دنیای غرب، چه کشورهای بلوک شرق و چه جهان سوم حسن تفاهم داشتم، این امکان برایم فراهم آمد که بتوانم در محیطی آکنده از صلح و صفا کوشش خود را برای رساندن ایران به سوی تمدن بزرگ دنبال کنم. لطفاً با من همراه باشید تا آنچه از این کتاب در اختیار من هستش رو برای شما بخونم و این کتاب رو با هم دیگه کشفش کنیم. بخشی از نسخه اصلی فرانسوی کتاب پاسخ به تاریخ که چاپ 1979 هستش، نوشته شاه ایران از روایت شاه از ملاقات با شاپور بختیار میگوید. در همان زبان بود که آقای شاپور بختیار، او هم عضو جبهه ملی، از طریق رئیس سابق ژنرال مقدم خواستار دیداری با من شد. بیشتر از این، من نخستین تماس را با او از طریق آقای آموزگار برقرار کرده بودم، کسی که از پایان ماه اوت دیگر مسئولیت سیاسی نداشت، اما برای من همچنان یک طرف گفتگوی ارزشمند و خردمند به شمار می آمد. از همان لحظه من تمایل داشتم یک دولت ائتلافی تشکیل دهم، اما سرسختی برخی از رهبران اپوزیسیون مانع این کار شده بود و در حالی که آقای سنجابی در اظهارات آتشین خود غرق می‌شد، آقای بختیار در مقابل رفتاری محتاط و فروتنانه در پیش گرفته بود. بنابراین من او را پذیرفتم و به گمانم همین ژنرال مقدم بود که یک شب بیرون از ساعات معمول ملاقات او را نزد من در کاخ نیاوران آورد. گفتگوی طولانی با هم داشتیم. آقای بختیار بارها وفاداری خود را به آرمان سلطنت نشان داد و کوشید مرا متقاعد سازد که تنها او قادر است در این دوران بحرانی که از سر می‌گذراندیم یک دولت تشکیل دهد. بنا به اظهارات امیر اصلان افشار که به همراه شاه از ایران خارج شده بود، شاه این کتاب را در مراکش نوشت. افشار نام کتاب را ایده خود شاه یا پیشنهاد پابلیشر فرانسوی کتاب می‌داند. وی همچنین به کمک شجاع الدین شفا به تنظیم کتاب اشاره می‌کند. دکتر حسین ابوترابیان، مترجم کتاب به فارسی از انگلیسی، در مقدمه کتاب خاطرنشان ساخته است:
کتاب پاسخ به تاریخ اولین بار در سال 1979 برابر با 1358 شمسی به زبان فرانسوی در پاریس منتشر شد. این کتاب که شاه را به کمک یک نویسنده فرانسوی به نام کریستیان میلیار نوشته، فقط آن مقدار مسائلی را در بر داشت که تا 25 شهریور 58 در مکزیک برای شاه پیش آمده بود. چندی بعد در سال 1980 ترجمه انگلیسی کتاب پاسخ به تاریخ که توسط خانم ترزا وو صورت گرفته بود در لندن با عنوان روایت شاه و در نیویورک با عنوان پاسخ به تاریخ منتشر شد. چه این دو کتاب اخیر دارای فصل ضمیمه نیز هست. در فصل ضمیمه ادامه تبعید شاه سرگذشت خود را بعد از آنچه در متن فرانسوی نوشته بود تا مراحل سفرش به امریکا و پاناما و سپس مصر شرح می‌دهد و در نهایت کتاب را تا جایی ادامه داده اردیبهشت 1359 که حدود 3 ماه پس از آن مرگش فرا می‌رسد. کتابی که مورد استفاده برای ترجمه حاضر قرار گرفته همان است که در لندن به چاپ رسیده و شامل فصل ضمیمه ادامه تبعید نیز میباشد. ترجمه آقای ابوترابیان نخستین بار در سال 1371 در تهران به چاپ رسید. مشخص نیست که چه کسی نخستین بار این کتاب را به زبان فارسی برگردانده است، اما حسین ابوترابیان در مقدمه‌ای که بر ترجمه کتاب آورده نوشته است که در خاطرات احمد علی مسعود انصاری با نام من و خاندان پهلوی چنین آمده: وقتی شاه در مکزیک به سر میبرد، سید حسین نصر و هوشنگ نهاوندی برای ترجمه کتاب پاسخ به تاریخ به مکزیک فراخوانده شدند. بنا بود نهاوندی ترجمه فارسی کتاب و نثر آن را به انگلیسی ترجمه کند. مسعود انصاری و احمد علی من و خاندان پهلوی که در کالیفرنیا نوشته شده و در سال 1992. اما تفاوت نسخ مختلف این کتاب. برخی تفاوت‌ها در ترجمه انگلیسی چاپ 1980 ترجمه ترزا وو با نسخه اولیه چاپ پاریس به چشم می‌خورد. فصل ضمیمه ادامه تبعید در نسخه اولیه چاپ پاریس دیده نمی‌شود، چرا که شاه پس از چاپ کتاب در 1979 در پاریس سرگذشت خود را بعد از آن تا مراحل سفرش به امریکا و پاناما و سپس مصر بازگو کرد که در ترجمه‌های انگلیسی ترزا وو و دیرتر بیشتر ترجمه‌های فارسی لحاظ شده است. با این حال نسخه انگلیسی چاپ نیویورک که همچون نسخه‌های لندن و دهلی تحت نام مترجم ترزا وو چاپ شده است، اختلافاتی با همه نسخه‌های دیگر دارد. مهمترین این اختلاف گزارشی است که شاه درباره نخست وزیری بختیار می‌دهد. این در حالی است که نسخه اصلی چاپ پاریس به فرانسه و ترجمه‌های انگلیسی چاپ لندن و چاپ دهلی در این مورد اختلافی ندارند. در صفحه 171 ترجمه انگلیسی چاپ نیویورک درباره تفویض نخست وزیری به شاپور بختیار آمده است که محمد رضا شاه با اکراه و تحت فشار بریتانیایی‌ها به آن تن داده است، در حالی که چنین پاراگرافی در نسخه‌های چاپ پاریس، لندن و دهلی نیست. تنها با تردید و تحت فشار خارجی بود که پذیرفتم او را به نخست وزیری منصوب کنم. من همیشه او را فردی انگلوفیل و عامل شرکت نفت بریتانیا می‌دانستم. پایگاه سیاسی او بسیار سطحی بود. خود او به من اعتراف کرده بود که کل اعضای جبهه ملی تنها 27 نفر هستند. سرانجام پس از دیدار با لرد جورج براون، وزیر خارجه پیشین بریتانیا در دولت کارگر و دوست قدیمیم، تصمیم گرفتم بختیار را نخست وزیر کنم. او دستم را گرفت و از من تمنا کرد کشور را ترک کنم. گفت فقط 2 ماه به مرخصی برو. سپس او حمایت قاطع خود را از بختیار اعلام کرد. در 29 دسامبر شاپور بختیار مأمور تشکیل یک دولت غیر نظامی شد.
نقل قول از شاه در نسخه چاپ نیویورک بدین صورت آمده که جورج براون از او خواست کشور را ترک کند. این در حالی است که نقل قول از شاه در نسخه‌های چاپ پاریس، لندن و دهلی متفاوتند. بعضی از اطرافیانم به منظور آرامسازی محیط به من توصیه می‌کردند چند هفته‌ای از ایران دور شوم. به گفته شاپور بختیار، خروج شاه از کشور یکی از شروط اصلی پذیرش نخست وزیری خود وی بوده است. بختیار دلیل این شرط را اینگونه بیان کرده که تا زمانی که شاه در ایران باشد، مردم معترض و انقلابی به هیچ دولتی اعتماد نخواهند کرد و او شانسی برای آرام کردن اوضاع ندارد. بختیار گفته است نوشته بودم و اضافه کرده بودم که برای فرونشاندن این التهاب و این وضعیتی که اکنون پیدا شده است، توصیه این جانب مؤدبانه این است که اعلیحضرت مسافرتی نسبتا طولانی به خارج بکنید و یک شورای سلطنتی را مأمور بکنید که این کار وظایف شاه را انجام دهند. ایشان تمام شرایط را قبول کرد، البته با بحث‌های خیلی طولانی در 1-2 جلسه. همچنین هوشنگ نهاوندی در کتاب آخرین روزها، پایان سلطنت و مرگ شاه در شرح دیدار خود با شاه از قول او نوشته است: از همه سو به من اندرز می‌دهند که بروم و بختیار نخست وزیر نخستین آنهاست. او میگوید که رفتن من کارها را آسان می‌کند و موجب بروز برقراری آرامش می‌شود. گویا من به مانعی برای به سامان آمدن کارها تبدیل شده‌ام. در برخی از صفحات اینترنتی آمده است که هوشنگ نهاوندی تفاوت نسخه چاپ نیویورک با سایر نسخه‌ها را چنین توضیح داده که چون ترجمه نسخه انگلیسی بعد از نسخه فرانسوی آماده شده و شاه در روزهای پایانی عمر نظری منفی نسبت به بریتانیا و امریکا به خاطر عدم حمایت از وی پیدا کرده بود، این مطالب منفی را درباره بختیار بعداً به کتاب اضافه کرده است. اما این ادعاهای اینترنتی بدون ذکر دقیق منبع هستند. آنچه در این کتاب آمده چنین است: با این حال او شاه به نوشتن نکته‌های دقیقی در روایت امریکایی پاسخ به تاریخ ادامه می‌داد. صدای او کم و کمتر شنیده می‌شد. او را به بخش مراقبت‌های ویژه انتقال دادند. دکتر فلاندرن و پزشکان مصری از او دیدار می‌کردند. همچنین هوشنگ نهاوندی در دیباچه چاپ اول فرانسه کتاب بروکسل اکتبر 2002 ذکر کرده که یکی از منابعش برای نوشتن آخرین روزها نسخه فرانسوی کتاب پاسخ به تاریخ بوده است که روایت متأخر در نسخه نیویورک نظر منفی شاه نسبت به بختیار در آن مفقود گردیده است. در این حال روایت خود آقای نهاوندی از نخست وزیری بختیار چنین است: این شخص هیچ گذشته قابل توجهی نداشت و گذاشتنش در بالاترین جایگاه کشور بسیاری را شگفت زده کرد. واقعیت آن بود که چنانکه پیداست برگزیدن او نتیجه یک بازی پیچیده میان 4 قدرت بود. نهاوندی این 4 قدرت را شاه، شهبانو، واشنگتن و لندن و پاریس و در نهایت خود بختیار معرفی می‌کند. عباس میلانی در مقاله‌ای که درباره شاپور بختیار در BBC فارسی منتشر کرده است، نسخه چاپ نیویورک را ملاک گرفته و نظر منفی شاه به بختیار و فشار خارجی برای انتصاب وی به نخست وزیری را ملاک گرفته است. تئوری توطئه. به گفته یروان آبراهامیان، آخرین وصیت سیاسی محمد رضا شاه، یعنی کتاب پاسخ به تاریخ، عجیب است. شاه مدعی شده هدف اصلی بریتانیایی‌ها از حمله به ایران در سال 1320 رهایی از شر پدرش بود. چون به واسطه لغو امتیاز نفتی خشم آنان برانگیخته شده بود، به باور محمد رضا شاه بریتانیایی‌ها همراه با شرکت‌های نفتی و روحانیون مرتجع عملاً انقلاب اسلامی را به تلافی دفاع او از اوپک و آرمان فلسطینی‌ها طراحی کرده بودند. هم فلسطینی‌ها و هم اسرائیلی‌ها از شنیدن چنین سخنانی شگفت زده می‌شدند. شاه به هنگام مرگ مدعی شد که سیا به همراه MI6 انقلاب 57 را طراحی کردند.
او لفاظانه می‌پرسد چه کسی پول تظاهراتی را داده که شرکت کنندگانش زلف سیاه و بلند داشتند؟ این هیبت به ندرت در ایران دیده می‌شود. وی پیدایش و گسترش حزب توده و نیز ترور ناموفق خودش توسط فداییان اسلام را به بریتانیا مربوط می‌داند و می‌نویسد ما همیشه مشکوک بودیم که مصدق مأمور انگلیسی هاست. شاه در این کتاب بیان می‌دارد که ملغمه عجیب از روحانیون شیعه، چپگراها، رسانه‌های غربی، شرکت‌های عمده نفتی و دولت‌های بریتانیایی و امریکایی شروع به تخریب کشور در حال توسعه سریع ایران نمودند. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم اگر بسیاری از ارزش‌های ملی ایرانیان اکنون تحت شعاع روح عوام‌فریبی و نفاق و انتقام قرار گرفته‌اند، تردیدی ندارم که این ارزش‌ها زندگی از سر خواهند گرفت و دوباره روشنایی بدین سرزمین باز خواهد گشت. از خدای ایران می‌خواهم که فریب خوردگان را بیدار و آگاه سازد و نفرت و کینه را از دلهاشان بزداید و رونق و رفاه و آزادی و سربلندی را به سرزمین مقدس ما بازگرداند. پاسخ به تاریخ شامل 10 فصل است که هر یک به بخشی از تاریخ و زندگی سیاسی محمدرضا پهلوی می‌پردازد. او در این کتاب تلاش می‌کند تا دلایل وقوع انقلاب و سقوط سلطنت خود را توضیح دهد. محمدرضا پهلوی در این کتاب به موضوعاتی همچون اصلاحات ارضی، انقلاب سفید، رابطه ایران با کشورهای غربی و مشکلات داخلی ایران اشاره می‌کند. او همچنین به انتقادهایی که علیه حکومتش مطرح شده پاسخ داده و تلاش کرده تصویر خود را به عنوان یک رهبر ملی‌گرا و مدرن‌ساز ارائه کند. این کتاب به نوعی روایتگر زندگی محمدرضا پهلوی از آغاز سلطنتش در سال 1320 تا پایان دوران حکومتش است. او در ابتدا به دلایل قدرت گرفتن خود اشاره کرده و چگونگی ورودش به صحنه سیاسی ایران را شرح می‌دهد. بخش‌هایی از کتاب به بررسی اقدامات اقتصادی و اجتماعی دوران او اختصاص دارد. از جمله این اقدامات می‌توان به برنامه‌های عمرانی، ارتقای وضعیت زنان و نقش ایران در تحولات منطقه‌ای اشاره کرد. بخش پایانی کتاب به سقوط حکومت پهلوی و تحلیل او از نقش نیروهای داخلی و خارجی در این حادثه می‌پردازد. کتاب پاسخ به تاریخ تنها سند مکتوب محمدرضا پهلوی است که به طور مستقیم از زبان خود او نوشته شده است. این کتاب از چند جهت اهمیت دارد. 1. تحلیل وقایع تاریخی. این کتاب دیدگاهی از درون درباره تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ارائه می‌دهد. 2. شناخت دیدگاه پهلوی به خوانندگان امکان می‌دهد تا نگرش محمدرضا پهلوی به مسائل داخلی و بین‌المللی را درک کنند. 3. منبع تاریخی. اگرچه برخی تحلیل‌ها و استدلال‌های او مورد انتقاد قرار گرفته، اما این کتاب همچنان یکی از منابع اصلی برای پژوهش در تاریخ معاصر ایران است. محمدرضا پهلوی که متولد 1298 شمسی و وفات 1359 هستش، دومین پادشاه خاندان پهلوی بیش از 37 سال بر ایران حکومت کرد. او از طریق اصلاحات گسترده‌ای همچون انقلاب سفید تلاش کرد تا ایران را به کشوری مدرن تبدیل کند. زندگی او با تحولات سیاسی فراوانی همراه بود، از جمله کودتای 28 مرداد، برنامه‌های صنعتی‌سازی و در نهایت وقوع انقلاب اسلامی که منجر به خروج او از ایران شد. کتاب پاسخ به تاریخ را در دوران تبعید و پیش از مرگ خود نوشت. کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمدرضا پهلوی آخرین شاه ایران واکنش‌های متنوعی را از سوی مورخان، سیاستمداران و تحلیلگران برانگیخته است. مازیار بهروز در مقاله‌ای با عنوان پاسخ تاریخ به آخرین کتاب شاه
چیست که در وبسایت BBC فارسی منتشر شده به بررسی این کتاب پرداخته. او معتقد است که محمد رضا پهلوی در این کتاب تلاش کرده تا به پرسش‌های نسل‌های بعد درباره کارنامه و دوران زمامداری‌اش پاسخ دهد. بهروز اشاره می‌کند که این کتاب در اصل زبان فرانسوی منتشر شده و سپس به فارسی ترجمه شده است. مسعود رضایی در نقدی با عنوان نقد دیدگاه شاه درباره انقلاب سفید در کتاب پاسخ به تاریخ به تحلیل محتوای این کتاب پرداخته است. او بیان می‌کند که محمد رضا پهلوی در این کتاب انقلاب سفید را به گونه‌ای باز تعریف کرده که گویی ایران را به سوی توسعه می‌کشاند. اما رضایی معتقد است که منتقدان اقدامات شاه در حوزه انقلاب سفید را نوعی چپگرایی عوامانه می‌دانند. بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیست. اگر به تاریخ و حوادث ایران در این سالهای اخیر علاقه دارید، حتما این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. با امید پیروزی و سربلندی ایران در همه ادوار تاریخ، از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.